السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز. انشاءالله که همین ویدیو را تا آخر گوش اندازین. امیدوار هستیم که برادران ما زیاده از 30-40 نفر صاحبی کار می شوند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، یک پدر و یک مادر بیمار هستند. از همتون خواهش میکنیم که دعا کنیم که دین روز یک برادر ما زنگ زد که پدرش از همین بیماری که این حال در جامعه هست همین بیماری همون ها را دستگیر کرده هستند. کسری قند هستند، یعنی کسری قند به نهایت عذاب میته همین بیماری در جامعه که هسته. دعا گو باشین دوستان عزیز که وقتی که انسان بیمار است فقط نیاز به دعا هسته. دعای ما و شما، دعای صالح ما و شما انشاءالله که امیدوار هستیم که خداوند این پدری که بیمار است اونها شفای کامل عاجل عطا میفرماید. و یک مادر دیگر هم بیمار است، دعا کنیم که خداوند اون مادر شفای کامل عاجل عطا بفرماید. لا یرد القدر الا الدعاء. تقدیر را یگان چی تغییر نمیته مگر جز دعای ما و شما که بعد از هر یک نماز دست به دعا کنیم که خداوند این پدری که بیمار است و این مادری که بیمار است شفای کامل عاجل عطا بفرماید. که این حال در انیمیسیون خواه هستند با اسکوستیم دخنیش میگن الله اعلم با همین خیلی بیماری گرفتار شده هسته. یعنی همه ما و شما تصور کنیم که خدا نکنه که یک از خویشاوندان ما و شما در همین بیماری باشه، چیکار میکنیم؟ دست به دعا میکنیم، از همه طلب میکنیم که خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. این دامن خدای داد به نهایت انسانی خوبه. الحمدلله دعاگو باشیم که خداوند شفاشون بده. در جامعه این گونه انسان ها در کار هستند و این مادری که بیمار است در حق این هم دعا کنیم که خداوند شفاینده خود است، شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. دوستان عزیز، همه کسی انشاءالله با دعا کنیم، دست به دعا کنیم انشاءالله که از رحمت خداوند ناامید نیستیم. انشاءالله که خداوند شفاش میده. شفاینده خداوند خود است. دوستان عزیز، کسانی که کار میخواهند در این رقم هایی که همیشه هستند انشاءالله که میتونید که زنگ بزنین. یک برادر زیاده از 30-40 نفر کارگر در کار شد. با ما دین روز زنگ زد که برادر عزیز یعنی برای 30-40 نفر کار هسته، یعنی شخصانی که پتین دارن یا اینکه 30 ساله دارن یا اینکه 5 ساله یا اینکه گرجدنینن، برای همونها هم جای خواب هم دکومنتشون میکنن، هم یعنی تودو دگارشون میکنن. این هم سخنهای همون برادر. از جنابی 30-40 نفر آدم در کره جای خواه رگیستراسیا افیسان دکمنت میکنیم. شیخ علی تودوی دگوار میتیم شون شدو بی اگون فریب و نایران نیست نکجون کنکریت نه. همین نمره شما مونه که همین نمره رو زنگ بزنن نکن انشالله که با خود ما همشه میفهمونه میتیم شون. یعنی در این رقم ها 899 971 40 93. در این رقم ها انشاءالله که زنگ بزنین یعنی کار هست برای برادران عزیز. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان شما کامل نمیشه تا اندازه‌ای که هر آنچه که برای خودت دوست می‌داری برای برادرت دوست بدار. و هم خود دوستان عزیز، ما میخوام که شما انشاءالله که کار داشته باشین. این رکلام نیست، ما رکلام نمیکنیم، نه یگان کانال، نه یگان بگیم گرینس دیگه چرا. مثلا به خاطر الله کدامی که کار داشته باشه، کارگر در کار باشه، یعنی به خاطر الله، نه به خاطر آنه که کارگر را کارفرما و فریب کنه. به خاطر آنه که برادران ما و شما نیازمند هستند جای کارشون پیدا کنن و هم خاطر ما میتونیم بگیم که برادر همین رقم ها میتونین زنگ بزنین. انشاءالله با دعا باشین خداوند تمام جمله مسلمانان را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.